سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت پنجم رادیو رندر. تو این قسمت اول قرار بود که راجع به HDR صحبت بکنم، ویدیو HDR، ولی دیدم که یه سری اصطلاحات تخصصی داره که بهتره که قبل از اون به اون اصطلاحات بپردازیم. به خاطر همین تصمیم گرفتم این قسمت راجع به فضای رنگی یا کالر اسپیس صحبت بکنم تو بحث حالا ویدیو و عکس، بعد حالا به بحث ویدیو HDR تو قسمت‌های بعدی هم برسیم. خب، فضای رنگی چیه؟ فضای رنگی یه یه مدل ریاضیه برای ذخیره کردن و از اون طرف به صورت معکوس نمایش دادن رنگ هاست. یعنی ما دیتای رنگی رو به صورت کد میخوایم ذخیره بکنیم، از اون طرف اون کد رو دوباره میخوایم بازگشایی بکنیم، نمایشگرمون نشون بده. برای اینکه بدونه چه رنگی رو چجوری باید نشون بده از فضای رنگی استفاده میکنه. هر فضای رنگی هم یه محدوده ای از کل رنگ هایی که تو دنیا وجود داره و حالا چشم ما قادر به دیدنشون هست و پوشش میده که بهش میگن گامات. یعنی از این به بعد اگر اصطلاح گامات رو استفاده کردیم بدونید که منظور اون محدوده فضای رنگیه. یه محدوده مثلثی شکلیه. حالا ما چرا فضای رنگی داریم؟ چرا همینجوری بیرخی نیومدن رنگا رو نشون بدم؟ به خاطر اینکه فرایند رنگ ها، یعنی تشکیل رنگ ها و دیدنشون توسط چشم ما و کلا ثبتشون و اینا یه فرآیند پیچیده ایه و نیاز بوده که این یه استانداردی داشته باشه که به هم نریزه. هر آدمی بتونه یک مثلا تصویر مشخصی رو، هر آدمی که حالا منظور از نظر بینایی سالمه، کورنگی نداره یا حالا مشکل بینایی نداره، هر آدمی بتونه اونو همون جوری که طرف مقابلش داره میبینه ببینه. و اولین بار به عنوان اولین فضای رنگی یه تیمی به نام CIE یا کمیسیون بین‌المللی روشنایی، چرا اسمشون این بوده نمیدونم، یه فضای رنگی رو معرفی کردن. یعنی ما اون مدل ریاضیشو دادن به نام CIE XYZ که تبدیل شد به اولین فضای رنگی که به وجود اومده. بعدها دو تا فضای رنگی پایه به نام RGB و CMYK معرفی شدن برای دو تا کاربرد. RGB برای نمایش رنگ ها روی نمایشگر یا دیسپلیامون، CMYK واسه چاپ رنگ ها. کارکردشون هم اینجوریه که RGB به صورت افزایشیه، یعنی اگر مقادیر R و G و Bمون، یعنی قرمز و سبز و آبیمون صفر باشه ما مشکی رو داریم، هرچی اینا افزایش پیدا کنه به سمت سفید میریم. کامل همشون 100% باشن ما سفید مطلق داریم. CMYK برعکسه، وقتی هیچی نداریم سفیده، یعنی سفیدی کاغذه. وقتی هیچ رنگی نخورده خب کاغذ سفیده دیگه. و اگر از هر کدوم از این مقادیر سایان و مجنتا و یلو و بلک ما 100% داشته باشیم مشکی خالص داریم. به خاطر همین RGB میگن افزایشی، CMYK میگن کاهشی. حالا ما خیلی با CMYK کاری نداریم اینجا، فقط صرفا واسه این آوردن که بدونید CMYK هم یه فضای رنگیه. بیشتر راجع به RGB و کلا حالا فضای رنگیایی که مربوط به دیسپلی هستن کار داریم که توی بحث عکاسی ما سه تا فضای رنگی خیلی معروفی داریم: sRGB، Adobe RGB و پروفوتو RGB. اینا هر کدوم حالا کاربردهای مشخص خودشونو دارن. حالا سوالی که خودم داشتم اولش این بود که چرا یه دونه نداریم؟ چرا یه دونه مثلا کامل ترینشو نذاشتن همه کارو با اون انجام بدن؟ و جوابی که بهش رسیدم این بود که نیازی بهش نداریم. خیلی مواقع ما مثلا الان بین این سه تایی که گفتم sRGB، Adobe RGB و پروفوتو RGB از همشون فضای گسترده تری داره، رنگ‌های خیلی بیشتری رو شامل میشه، ولی خب ما نیازی بهش نداریم. مثلا واسه کار وب، یعنی یه عکسی بخوایم توی مثلا سایت نمایش بدیم، تو محیط وب نمایش بدیم، ما اتفاقا باید حجم فایلمون رو کوچیک کنیم. در نتیجه اون دیتای رنگی که نیاز نداریم و خب نمیخوایم، چرا باید بذاریم؟ پس از sRGB استفاده. sRGB ساخته شد واسه همین کار. از اون طرف حالا یه خورده کارمون بیشتره، مثلا کسایی که عکاسی و اینا کار میکنن Adobe RGB مثلا استفاده میکنن. و حالا پروفوتو RGB هم نه که کاربردی نداشته باشه، ولی خب واسه ذخیره کردن نهایت دیتاییه که ما داریم. یعنی یه عکس رای گرفتیم، میخوایم مثلا یه خروجی ازش داشته باشیم،
ادیت شده با نهایت رنگ، به عنوان بکاپ، به عنوان آرشیو یا هر چیز دیگه ای میایم از پرفوتو آرژیو استفاده میکنیم. ولی نه تو چاپ استفاده میشه، نه تو وب استفاده میشه، نه حتی من خودم به شخص استفادهش نکردم. حالا این از بحث عکاسی. تو بحث ویدیو چی؟ تو بحث ویدیو اولین اصطلاحی که موقعی که وارد بحث کالر گریدینگ میشید بهش برمیخورید اصطلاح رک 709 یا آریسی 709. این چیه؟ یه اتحادیه‌ای که زیر مجموعه سازمان ملل هستش به نام اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU International Telecommunication Union اومده اوایل دهه 1990 یه فضای رنگی و یک استاندارد، یک توصیه نامه یا همون مثلا رک مخفف ریکامندیشن، یک ریکامندیشنی ارائه داده برای اینکه تو کل فضای تلویزیونی که اون موقع تازه HD TV شده بوده، یعنی تلویزیونامون HD فول HD اینا شده بوده، تو کل این فضا، یعنی فرق نمیکنه شما ژاپن باشی، شما اروپا باشی، شما آمریکا باشی، هر جای دنیا یک طبق یک استانداردی رنگ ها نمایش داده بشن که محتوا به هم نریزه. ما بتونیم طبق استانداردی پیش بریم و مطمئن باشیم که همه جای دنیا دارن اون فیلمی که ما ساختیم، اون ویدیویی که ما ساختیم، اون تبلیغی که ما ساختیم رو به یه شکل میبینن. برای بحث تلویزیون اسم کاملش هم میشه ITU RBT 709 که گفتم International Telecommunication Union Radio Communication Sector Broadcasting Television Recommendation 709. اسم کاملش همون رک 709 خودمون یا هر جوری که دوست دارید صداش کنید. از نظر گاموت رنگی همون مثلثی که بهتون گفتم مشابه sRGBه، یعنی بعدها که حالا اینترنت خیلی فراگیرتر شد توی فضای وب هم ما از فضای رنگی رک 709 برای ویدیوهامون استفاده میکنیم. به عنوان مثال شما یه فیلمی مثلا دانلود میکنید میبینید فضای رنگیش رک 709، یه ویدیویی تو یوتیوب دارید میبینید اگر HDR نباشه که حالا تو قسمت بعدی بهش میپردازیم رک 709، یعنی کلا یک استانداردیه که برای محتوای SDR نه SDR ساخته شده و گذاشتن که ما استفاده بکنیم که مطمئن باشیم همه جای دنیا دارن رنگا رو همون جوری که ما میبینیم توی نمایشگرمون میبینن، مگر اینکه حالا بحث دیسپلیش یکی ممکن 40% sRGB ساپورت بکنه، یکی 100%، ایناش دیگه حالا برمیگرده به نحوهی که داره کاربر استفاده میکنه، اون دیگه نمیتونیم کاریش بکنیم. حالا تو سال 2012 یعنی حسابشو بکنید از اوایل دهه 90 تا 2012 این روال همین بوده. تو سال 2012 تکنولوژی پیشرفت کرد، تلویزیون‌ها خفن‌تر شدن، بحث HDR اضافه شد و کلاً نیاز به یک فضای رنگی بود که بتونه هم رنگای بیشتری رو نشون بده تو خودش بگنجونه. چون به عنوان مثلا اینجوری در نظر بگیرید ما تلویزیونمون مثلا تلویزیون 16 بیت هم باشه که نداریم همچین چیزی هنوز، تلویزیون 16 بیت هم باشه وقتی فضای رنگیمون رک 709 نهایتا همون 8 بیت به ما نشون میده دیگه، خب این فایده نداره. بعد میومدن یه استاندارد جدیدی میذاشتن که باز تو بحث حالا رنگ‌های مثلا دیسپلی‌های 10 بیتی 12 بیتی ما بتونیم تو کل دنیا محتوامون رو به یه شکل به بقیه نشون بدیم. چی شد؟ اومدن ریکامندیشن 2020 رو، یعنی رک 2020 یک 2020 رو معرفی کردن که این سری 76% رنگایی که چشم انسان قادر به مشاهدهشون هست رو تو خودش جا داده. رک 709 چند درصد بود؟ 36%. 76% خیلی تفاوت فاحشیه. یعنی اون گاموت رنگی و مثلث رنگیش هم ببینید کامل متوجه میشید که چقدر پیشرفت بزرگی بوده، هرچند فاصله خیلی زیادی هم با هم دیگه داشتن. و همونجور هم که گفتم عمق رنگی 10 بیتی 12 بیتی، یعنی 10 بیت 1 میلیارد رنگ، 12 بیت 16 میلیارد رنگ رو پوشش میده، میتونه تو خودش جا بده، کدگذاری کنه، نشون بده. و این از این. سال 2016 4 سال بعدش اومدن یه استاندارد جدید دادن به نام رک 2100 رک 2100 که چی بود؟ همون گاموت رک 2020 رو داره،
یعنی همون مثلث رو داره، همون رنگا رو داره داخل خودش، ولی از تابع انتقال PQ و HLG برای HDR، برای محتوای HDR پشتیبانی میکنه. یه جورایی اینجوری بهتون بگم، ریک 2100 ریک 2020 رو داخل خودش داره، ولی ریک 2020 ریک 2100 نداره. یه چیزایی 2100 اضافه تر داره که گفتم تخصصیش این میشه که تابع انتقال PQ و HLG رو برای پخش محتوای HDR ساپورت میکنه. خوردشو تو قسمت HDR بهش میپردازیم که حالا این PQ چیه، HLG چیه و از این داستان. در کل که باز یه پیشرفتی بود برای بحث تلویزیون، که تلویزیونی که میگم منظور صرف همون تلویزیون خونه نیست، منظور همین مثلا تبلت و لپتاپ و کامپیوترمون و گوشیمون و اینام شامل اون میشه. البته یه استثنایی داریم، الان بهتون میگم استثنای چیه داستانش. این از رکا REC یا ریکامندیشن ها. میرسیم به DCI P3، یه فضای رنگی دیگه است. این چیه؟ DCI P3 رو ساختن واسه سینما از حالت پروژکشنی که نگاتیو میومد رد میشد و یک پروژکتوری از پشت اونو پخش میکرد روی پرده سینما فاصله گرفت، تکنولوژیش پیشرفته تر شد و رسید به یه جایی که نیاز بود یک فضای رنگی مشخصی برای خودش داشته باشه که باز یه سینمایی توی ژاپن با یک سینمایی توی اروپا با یک سینمایی توی آمریکا محتوایی که پخش میکنه روی پرده تفاوتی نداشته باشه، باز استاندارد سازی بشه. کی اینو ساخت؟ 7 شرکت فیلمساز هالیوودی جمع شدن دور هم، مثلا وارنر برادرز و دیزنی و نمیدونم از این شرکت‌ها که دیگه میدونید اسمشون رو شنیدید، جمع شدن دور هم اینو ساختن. از نظر گاموت رنگی از ریک 709 یه خورده بزرگتره، ولی ریک 2020 یه خورده کوچیک‌تره. یه چیزی این وسطاست و از نظر اینم که رنگا رو مخاطب دقیق ببینه توی موقعیت خیلی عالیه. یعنی نه به اندازه ریک 709 قدیمی شده که بگیم مثلا الان دیسپلیامون دیگه مثلا میتونن پشتیبانی میکنن چرا نداریم و فلان و اینا، نه به اندازه ریک 2020 بزرگه که بگیم همگیر نیست و اونقدری که باید هنوز کاربردی نیستش. به خاطر همین موضوع شرکت اپل اومد یه تغییراتی روش داد، تغییرات خیلی جزئی، تبدیلش کرد به دیسپلی P3. یعنی اونی که داشتیم DCI P3 بود، این دیسپلی P3. دیسپلی P3 رو کجا استفاده کرد؟ سر آیفونی که شاید باش دارید ویدیو رو میبینید، سر مکبوک، سر آیپاد، سر آیپد و کلا همه دیوایساش که نمایشگر دارن دیسپلی P3 رو گذاشت. به عنوان یعنی سر مکبوک شما میتونه عوض بکنی و خب آیفون که متاسفانه قابلیتش رو ندارید، به عنوان یک کالر اسپیس پیش‌فرض. ولی اون تفاوت کوچیکی که گفتم کجا بود؟ ببینید ما تو سینما، تو سالن سینما که داریم میبینیم، به خاطر نوع پروژکتور، به خاطر محیط تاریک و کلا فضایی که کنترل شده برای ما فراهم کردن که ازش استفاده بکنیم برای دیدن فیلم، از گامای 2.6 اصطلاحاً استفاده میکنن که یه مقدار کنتراست بیشتری داره و واسه فضای سینما کامل مناسب. ما رنگا رو خیلی دقیق تر و تمیز، روشناییامون خوبه، شادوهامون خوبه، هایلایتامون خوبه، لیست تر و تمیز می‌بینیم. ولی خب به خاطر اینکه ما آیفونمون رو همیشه تو جای تاریک استفاده نمی‌کنیم و ممکنه روشن باشه، ممکنه تاریک باشه، فضاهای مختلف، نورهای مختلف، گرم سرد، اینا، اپل اومد به جای گامای 2.6 DCI P3 از همون گامای 2.4 ریک 709 استفاده کرد که تا قبلش برای بحث تلویزیون و اینا داشتیم. خب این از این تا اینجای کار فهمیدیم که اینا اصطلاحاتی که بهشون برمیخوریم چی ان، واسه چی به وجود اومدن. آیا بحث کالر اسپیس اینجا تموم شد؟ نه، یه پله میریم جلوتر. تو بحث ضبط شرکت‌های مختلف دوربین سازی، آری، رد، سونی و جدیداً هم اپل هم مثل این که حالا قاطیشون شده، اومدن گاموت مخصوص خودشون، کالر اسپیس مخصوص خودشون بر اساس اون کالر ساینسی که دانشمنداشون، مهندساشون زحمت کشیدن، سالها سرش وقت گذاشتن، کالر اسپیس خودشونو دارن و ساختن. مثال
آری وایت گمت برای کمپانی آری، رد وایت گمت RGB برای کمپانی رد، اسکمت تیری سین برای کمپانی سونی. خیلی ها ممکنه باش کار کرده باشن چون خیلی نسبت به اون دوتا دیگه دم دست سر واسه ما ایرانی‌ها سر دوربینای سونی. اینا چیه؟ اینا فضا رنگیایی هن که تقریبا یه خورده از رک 2020، بعضیاشون بزرگترن، بعضیاشون همون اندازه رک 2020 هن. چرا داریم اینا رو؟ به خاطر اینکه ما باید موقع ضبط تا میتونیم دیتای اون صحنه رو ضبط بکنیم و داشته باشیم، هیچ چیزی نباید از دست بره. به عنوان مثال رد وایت گمت RGB که گفتم واسه رده از 16 بیت رنگ پشتیبانی میکنه. خودتون ببینید دیگه چقدر بزرگه. گفتم 10 بیت 1 میلیارد بود، 12 بیت 16 میلیارد. اینو دیگه نمیخوام حساب بکنم چقدر میشه. برای اینه که ما موقع ضبط همه این دیتا رو داشته باشیم. حالا میایم موقع پست پروداکشن اینو کوچیکش میکنیم همون رک 79 واسه یوتیوب و این ور اون ور میکنیم، DCI P3 برای سینما و کلا یه فشردش میکنیم که نمایشگر بتونه نشونش بده. حالا بسته به محیطی که میخوایم نشونش بدیم، کدوم پلتفرم، چه مدیومیه. باز اینجا تموم نمیشه. ما خدایا من اینا خودم داشتم یاد میگرفتم، واقعا کلافه شده بودم. الانم درک میکنم شما احتمالاً کلافه شدید، ولی خب اگه تا اینجا موندید دیگه معلومه که علاقه من. ما دوتا استاندارد دیگه داریم، دوتا کالر اسپیس دیگه داریم، ACES و DWG یا داوینچی وایت گمت. اینا چیه؟ ACES که مخفف آکادمی کالر انکودینگ سیستمه، همون آکادمی که اسکار رو برگزار میکنه و اینا، اومده یه سیستم مدیریت رنگ معرفی کرده که وسیع ترین گاموت رنگی ممکن رو داره که اسمش AP0. اینا برای چی ساخته شدن؟ برای اینکه شما یه صحنه‌ای رو تصور بکنید، یه فیلم، مثلا میگم فلان فیلم روی مثلا رد فیلم برداری شده، همه صحنه‌هاش ممکنه سر رد فیلم برداری نشده باشه. ممکنه یه سری صحنه رو گوپرو مثلا فیلم برداری کرده باشن، ممکنه یه سریاشو مثلا روی دوربین سونی فیلم برداری کرده باشن. دوربین قالبش رد بوده، دوربین بیسش، ولی خب دوربین دیگه ای هم ممکنه استفاده شده باشه و کلا کمتر پیش میاد که بگن یه فیلمی کامل روی مثلا فلان دوربین یا فلان برند مثلا فیلم برداری شده و از اون برند استفاده شده. یا اصلا یه مثال دیگه فرض کنید مثلا ما یه سری صحنه‌ها تو فیلم‌ها داریم که اصلا فیلم برداری نشدن، کاملا به صورت حالا VFX 3D اینا مثلا ساخته شدن. ما برای این که در نهایت همه اینها رو بیاریم کنار هم دیگه با یک دستخط، با یک لات، با یک هر چیزی یا با یک نوتیری که کالریست محترم زحمت کشیده ساخته، کنار هم دیگه گریدشون بکنیم و مچ شات بکنیم، نیاز به یک سیستم مدیریت رنگ داریم که همه اینا رو ببریم به اون سمت، بعد از اونجا ببریم روی جای مثلا فاز رنگی که میخوایم نشون بدیم. خلاصه بگم اینجوریه که من از یه دوربین سونی و یک دوربین رد استفاده کردم، یعنی دو تا کالر اسپیس اسکمت تیری سین مثلا و رد وایت گمت RGB دارم با لاگ های خودشون. حالا اونم یه بحث دیگه ایه که سر لاگ فیلم برداشتن، خود لاگا متفاوتن با هم دیگه. اینا رو میارم به سمت ایسز. حالا تو داوینچی افکتی به نام کالر اسپیس ترانسفورم یا CST، اونو میندازم روی اینا، اون افکت رو تبدیلشون میکنم به ایسز یا حالا داوینچی وایت گمت و از اون تبدیلشون میکنم در آخر گریدم، تبدیلشون میکنم به رک 79 مثلا گامای 2 و 4 برای اینکه روی یوتیوب نمایش بدم. این وسط کار که گفتم اولش به این تبدیل میکنیم آخرش به اون، وسط کار ما از این ایسز یا داوینچی وایت گمت استفاده میکنیم واسه اینکه ورک فلومون اصطلاحاً یکی باشه. یا اگه قراره من کار مثلا تصویربرداری پروژه‌ای انجام بدم، یکی دیگه اون سر دنیا کار مثلا CGI پروژه رو انجام بده، یکی دیگه اون طرف بخواد مثلا به عنوان کالریست بشینه اینا رو کالرشون رو مچ بکنه و حالا گرید بکنه و اینا، بدونه که باید چی کار بکنه و نخواد دوباره کاری بکنه خیلی مسائل رو. اینم برای این ساخته شده
پس ما 3 دسته کالر اسپیس داریم تو بحث ویدیو و سینما. یه دسته برای پخشن که گفتم ریک 709 ریک 2020. چرا 709 انگلیسی میگم 2020 و فارسی نمیدونم 2020. یه دسته برای ضبطن، آری، رد، فلان بیساری نرمه ساختن واسه خودشون که متمایز هم هستن، یعنی اینجوری نیست که بگیم اوکی حالا یه چیزی طرف گفته ساخته. نه، واقعا وقتی مثلا اشتباه ترانسفرشون میکنید میبینید که اصلا تصویر به هم میریزه. و دسته سوم هم واسه یه کار کردن، واسه کالر منیجمنتن که تو بحث پست پروداکشن ازشون استفاده میشه. این بود از مبحث جذاب، خسته کننده و پیچیده کالر اسپیس. امیدوارم که لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید برام، ساب کنید، کلا حمایتم بکنید. مرسی که تا اینجا گوش کردید. تا هفته دیگه، فعلا.